سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. همیشه بر مدار انرژی مثبت، فراوانی و برکت و سلامتی باشید. انرژی خوانی امروز ما میخوایم ببینیم که تو ماه آینده، ماهی که در پیش داریم، منتظر چه اتفاقات و چه خبرهایی باشیم. از دسته اوراکل و فرشتگان میخوام براتون امروز انرژی خوانی داشته باشم. لطف کنید که با من چند ثانیه هم انرژی بشید، نیت کنید و من کارتا رو بر بزنم. ببینیم که توی ماه آینده قراره که چه اتفاقاتی پیش رومون باشه. خب من اول از کارت اوراکل شروع میکنم بچیدن. یه ذره کند دارم میشینم چون همزمان دوربینا هم نگاه میکنم که ببینم کارت ها براتون واضح مشخص هست توی ویدیو. خب امیدوارم که واضح باشه. خب چیزی که دارم براتون میبینم، چند دسته از افراد رو دارم میبینم که ببینید این شرایط به شرایط شما کدومش نزدیک تره. اگر فردی هستید که توی محیط کارتون یک سری اتفاقهایی افتاده که باعث شده شما نسبت به اون کار دودل بشید، یا یک سری مسائل پنهان در اون محیط کار وجود داره که باعث شده که شما حتی ندونید که باید چی کار کنید، آیا بمونید آیا برید. یا اگر توی رابطه هستید که این رابطه براتون یک جاهایش مشکوکه، یک جاهایش خیلی بخوام واقعیت بهتون بگم براتون طرف رو نیست همه چیزش، انگار احساس میکنید توی این رابطه یک سری مسائل پنهانی وجود داره، یک فردی هستش که شما ازش خبر ندارید، یا دنبال این هستین که توی رابطه هستید مثل ازدواج که خیلی رابطتون مشخص نیستش که ادامه داشته باشه و بیشتر افرادی رو دارم میبینم که توی مرز جدایی هستن و میخوان که از این رابطه جدا بشن، انگار که نموندن براشون خوشاینده و نه پای رفتن دارن. ولی چیزی که دارم براتون میبینم توی این ماه برای خیلیاتون یک سری اتفاقهایی میفته. این اتفاقهایی که در پیش دارید بیشتر دارم براتون میبینم برای افرادی که، ببینید تاکید میکنم، برای افرادی که دنبال جدایی و طلاق هستن. این جدایی براشون اتفاق میفته. برای کسایی که دنبال این هستن که چهره کسی رو بشه و از این آزار و اذیتی که دارن توی محیط کار، زندگی و توی هر شرایطی که واقعا تلاش کردن بابتش، بهتره اینطور بهتون بگم، بابتش تلاش کردن، خیلی چیزها رو سعی کردن نادیده بگیرن، دارم میبینم که این واقعیت ها براتون رو میشه و اون چیزی که باید خراب بشه در زمانش سقوط میکنه و از بین میره. حتی دارم یک سری افرادی رو میبینم که برای کسی دعا گرفتن یا کار دعایی انجام دادن که براشون که برای زندگی شما بستگی ایجاد بکنن، که متاسفانه خبر سقوط یا از بین رفتن شرایط مالی و حتی شرایط خانوادگی اینها رو دارم میبینم که به گوش شما میرسه. کلاً بخوام یک کلیت از این فال، حالا نیتی که گرفتیم،
بهتون بگم یک سری عدالت ها داره در زندگی شما و کسایی که تو زندگی شما بدخواهی کردن یا کارهایی مثل قضاوت‌های نادرست، موارد رفتارهای پنهانی، رابطه هایی که فردی توش کسی رفتارهای پنهانی داشته، چه خانم چه آقا، یا توی محیط کار افرادی بودن که شرایط رو برای انجام کار شما دشوار کردن. دارم میبینم که قراره که یک تعادلی بین این خوبی و بدی برقرار بشه، انگار کارما پس دادن، یه حالت اینطوری دارم براشون میبینم که اتفاق میفته. حالا از دسته کارت فرشتگان میخوام ببینم بعد از این کارمایی که انجام میشه، بعد از این اتفاقات، روزهای سخت یا حالا چالش هایی که شما در پیش رو دارید، اتفاقهای خوب هم منتظر اتفاقهای خوب هم باشیم بعد از این روزهای سخت. ببخشید 2 تا کارت با هم اومده، من درستش رو براتون میذارم. چقدر قشنگ جوابمون رو داد. در ارتباط با نیت قبلی، ببینید پیشنهاد و بهتره بگم نصیحتی که فرشتگان برای شما در این ماه دارن اینه که حتما به سرنوشت و تقدیر اعتماد بکنید. سعی بکنید توی هر شرایطی که هستید حواستون به سلامتیتون باشه دوستان. صرفاً این نیستش که ما غذای سالم بخوریم یا به موقع بخوابیم، اینا لازمه یک انسان هست، ولی یک سری وقتا ما درگیر یک سری مسائلی میشیم، درگیر یک سری کینه ها، ناراحتی ها، یا انقدر تو شرایط بد آدم رو قرار میدن که مجبور میشیم یک سری قضاوت ها بکنیم. اینها دوستان روی سلامتی ما تاثیر میذاره. سعی کنید توی هر شرایطی که هستید به سلامتیتون اهمیت بدید و به قدرت‌های برتر، به واقعا به یک سری اتفاقاتی که توی زندگیتون میفته اعتماد بکنید. به خدا اعتماد بکنید که مطمئن باشید شرایط به همون شکلی که ما در لحظه‌ای که هستیم، در لحظه‌ای که داریم زندگی میکنیم و برامون سخته قرار نیست بمونه، و اعتماد بکنید به اتفاقهایی که خدا براتون رقم میزنه و ببخشید. سعی بکنید یک سری مسائل رو ببخشید و اگر جایی نیاز دارید حتما نظر بکنید یا از کسی تو شرایط بدی هستید کمک بگیرید و اون جایی که باورتون نمیشه، اون جایی که انتظارش رو ندارید، یک شانسی بعد از گذروندن این چالش ها به سراغ شما میاد که اصلا توقعش رو ندارید. خب امیدوارم که از این انرژی خوانی راضی باشید. تا انرژی خوانی های بعدی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خوب باشید.